سلام. چون نصب پایه سخت نبود من پایه رو نصب کردم دیگه، فیلم نگرفتم براتون. گفتم یه توضیح مختصر مفیدی بدم از همین میکروفون مانو PD200XS. صدایی هم که الان دارید میشنوید از این میکروفون هستش. یه پاپ فیلتر داره، یه نور RGB داره، یه دکمه میوت داره که اگه بزنید صداتون دیگه ضبط نمیشه. یه دکمه ولوم داره که هم میتونید صدای هدفونتون رو کم و زیاد کنید، هم صدای خود میکروفون رو کم و زیاد کنید. زیرش یه دونه خروجی XLR داره که میتونید وصل کنید به کارت صدا. یه دونه خروجی تایپ C داره که میتونید وصل کنید به PC، دوربین یا گوشیتون. یه دکمه داره که رنگ RGB رو میتونید تغییر بدید و یه دونه هم ورودی هدفون داره که میتونید همزمان صدای خودتون رو مانیتور کنید. من قبل از اینکه این میکروفون رو بخرم داشتم کامنت ها رو میخوندم. یکی نوشته بود که صدای میکروفون خیلی کمه. بعد من برای خود منم پیش اومد، دیدم که حتما باید از USB 3 استفاده کنید که تا صدا واضح و شفاف باشه. امیدوارم که لذت برده باشید. مرسی که حمایت میکنید. ساب، کامنت، لایک یادتون نره. دمتون گرم.